شما هم از اون دست آدمایی هستین که تو خلوتتون یواشکی فیلمای تینیجری نگاه میکنین؟ زشته بابا، سنی ازتون گذشته. حالا اب نداره این 3 تا فیلمم ببین. اولیش مزایای گوشه‌گیر بودنه. Dear friend, I haven't really talked to anyone outside of my family all summer, but tomorrow is my first day and داستانش درباره یه نوجوان افسرده است که دوستش مرده، دوستش فوت شده. مثل فوت شده و داره با چالش نبودن اون سر و کله میزنه و توی این مسیرم با یه خواهر برادر آشنا میشه و عاشق خواهره میشه و چیه منتظر چیم؟ بریم بقیه‌شو خودتون ببینین دیگه. دومیش در آستانه 17 سالگیه. Hey. Busy. I don't want to take up a ton of your time, but I'm gonna kill myself. I just thought that an adult should know. ماجرای یه دختر دبیرستانیه که روابط خیلی خوبی با دوستاش و خانواده‌اش نداره و با همه مشکل داره. این وسط با یکی از معلماش رفیق میشه و یکم وضع زندگیش بهتر میشه. فیلم آخر انجمن شاعران مرده است با بازی خیلی خوب رابین ویلیامز. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. Poetry, romance, love, these are what we stay alive for. ماجرای معلم ادبیاتیه که وارد یه دبیرستان پسرونه خیلی قانون‌مدار میشه و سعی میکنه چارچوبای اونجا رو زیر سوال ببره و از دنیای واقعی و لذتی که عشق و شعر و ادبیات و کتاب داره به دانش آموزاش بگه. شما چه فیلمای تینیجری دیگه‌ای رو دیدین؟ اسمشون رو برامون کامنت کنین.